مرد دانا گفت پس برو و شگفتی ها و زیبایی های دنیای منو ببین. اگر خونه ی کسی رو نبینی که نمیتونی به اون اعتماد کنی. پسر نفس راحتی کشید. قاشق رو برداشت و به گردش در قصر پرداخت. این بار تمام شاهکارهای هنری روی سقف و دیوارها رو دید. باغ‌های با شکوه و کوه‌های بلندی که اونجا رو احاطه کرده بود، زیبایی گل‌ها رو دید. همه چیز با سلیقه و دقت خاصی انتخاب شده بود. پس نزد مرد دانا رفت و همه اون چیزی رو که دیده بود با جزئیات توصیف کرد. مرد دانا گفت پس اون 2 قطره روغن که به تو سپردم چی شد؟ پسر به قاشق نگاه کرد. تازه متوجه شد که روغنها ریخته. داناترین مرد دنیا گفت خیلی خوب، فقط یک نصیحت به تو میکنم. راز شاد بودن اینه که در حالی که تمام زیبایی و شگفتی جهان رو میبینی، هیچگاه قطرات روغن داخل قاشق رو فراموش نکنی. چوپان جوان چیزی نگفت. اون منظور پیرمرد رو از این داستان فهمید. یک چوپان حتی وقتی به سفر میره نباید گوسفندانش رو فراموش کنه. پیرمرد نگاهی به پسر انداخت و 2 دستش رو بالای سر پسر گرفت و ژست های عجیبی گرفت. سپس با گوسفندان از اونجا رفت. در بالاترین نقطه تاریفا یک اثر قدیمی وجود داره که توسط مغربی ها ساخته شده. از بالای دیوارهای اون میشه آفریقا رو در یک نظر دید. اون روز عصر ملک صدق پادشاه سلیم روی دیوار دژ نشسته بود و نوازش باد مشرقی رو بر صورتش حس میکرد. گوسفندان در اطرافش بودن. به صاحب جدیدشون عادت نداشتن و از این همه تغییر هیجان زده شده بودن. تنها چیزی که اونها میخواستن آب بود و غذا. ملک صدق به کشتی کوچیکی که از بندر دور میشد نگاه میکرد. دیگه هرگز اون پسر رو نمیدید. همونطور که هیچ وقت آبراهام رو نیز دوباره بعد از اینکه 1/10 گوسفندانش رو گرفت ندیده بود. این شغل اون بود. خدایان نباید آرزویی داشته باشند چون افسانه شخصی ندارن. اما پادشاه سلیم واقعاً امیدوار بود که پسر موفق بشه. این خیلی بده که پسر اسم منو به سرعت فراموش کنه. باید چند بار اسممو براش تکرار میکردم تا هر وقت در مورد من صحبت میکنه اسممو بیاره. ملک صدق، پادشاه سلیم، با شرمندگی رو به آسمان کرد و گفت سرورم، همونطور که گفتی من میدونم که این پوچ و بی‌معنیه، اما یک پادشاه پیر هم گاهی مجبوره که به خودش بباله. پسر با خودش فکر کرد آفریقا عجب جای عجیبیه. در کافه‌ای عین همه کافه هایی که در خیابان های براک وجود داشت نشسته بود. چند تا از مردان در حال کشیدن چپق های غول پیکری بودند که به نوبت اون رو دست به دست می کردن. بعد از چند ساعت دید که مردان دست به دست هم و زنان در حالی که صورتهاشون رو پوشونده بودند و روحانیون از برج‌ها بالا می رفتن و عبادت می کردن و زانو می زدن و پیشونیشون رو روی خاک می زاشتن دیده می شن. به خودش گفت این حرکت مطابق دین نیست. همیشه در کودکی در کلیسا به عکس سانتیاگو ماتاموروس مقدس سوار بر اسب سپیدش خیره می شد که به مردمانی که این چنین زانو زدند شمشیر می کشید. احساس درد و تنهایی شدیدی وجودش رو گرفت. این کافران نگاهی شیطانی داشتند.
علاوه بر اون از بس برای سفر عجله کرد یک نکته مهم رو فراموش کرده بود. نکته کوچیکی که میتونست برای همیشه اون رو از خیال به دست آوردن گنج منصرف کنه. در این کشور همه فقط به زبان عربی صحبت میکردن. صاحب کافه به سمت اون اومد. پسر به نوشیدنی میز کناری اشاره کرد. برخلاف انتظار پسر، اون نوشیدنی چای تلخ بود، نه شراب. اما نیازی نبود الان خودش رو نگران این موضوع کنه. تنها موضوعی که اهمیت داشت پیدا کردن گنجش بود و اینکه چگونه خودش رو به اونجا برسونه. از فروش گوسفنداش مبلغ قابل توجهی عایدش شده بود و میدونست که در پول جادویی نهفته است و کسی که پول داره اصلاً تنها نیست. در مدت کمی، شاید فقط چند روز، کنار اهرام خواهد بود. مردی با گردنبند طلا هرگز به خاطر 6 عدد گوسفند همچین دروغی نمیگه. پیرمرد درباره نشانه‌ها و علامت‌ها صحبت کرده بود. پسر در حین عبور از تنگه به نشونه‌ها فکر میکرد. پیرمرد میدونست چه چیزی میگه. پیرمرد بی ربط حرف نزده بود. در طی زمانی که در دشت‌های آندلس سپری کرده بود، خوب یاد گرفته بود که مسیر درست رو با توجه به افق و آسمان پیدا کنه. به این نتیجه رسیده بود که حضور یک نوع پرندگی خاص حاکی از وجود ماری در اون نزدیکیه. همچنین یک بوته خاص گواه وجود آب در اون منطقه بود. گوسفندان این مطلب رو به اون آموخته بودن. اگر خداوند گوسفندان رو به این خوبی هدایت میکنه، پس یک انسان رو هم به همون خوبی هدایت خواهد کرد. این فکر باعث آرامش خیالش شد و تلخی چای به نظرش کمتر شد. شخصی به زبان اسپانیولی از اون پرسید: تو کی هستی؟ پسر آسوده خاطر شد. چون همون لحظه‌ای که به زبان نشانه ها فکر میکرد، شخصی ظاهر شده بود. پرسید: تو چطور زبان اسپانیولی بلدی؟ تازه وارد مرد جوونی با لباس غربی بود، اما رنگ پوستش نشون میداد که اهل همین شهره. هم سن و هم قد پسر. تقریبا همه اینجا به زبان اسپانیولی صحبت میکنن. از اینجا تا اسپانیا فقط 2 ساعت راهه. بشین و مهمون من باش و برای من یه لیوان شراب سفارش بده. من از این چای متنفرم. در این کشور شراب پیدا نمیشه چون خلاف مذهبشونه. چوپان به تازه وارد گفت میخواد که به اهرام بره. نزدیک بود ماجرای گنج رو هم لو بده، اما تصمیم گرفت در این مورد چیزی نگه. چون اگر چیزی میگفت امکان داشت اون مرد عرب بخشی از گنج رو به خاطر بردن اون به اهرام طلب کنه. یاد حرف پیرمرد افتاد. در مورد بخشش از چیزی که تاکنون هرگز نداشته ای. من میخوام تو منو به اونجا ببری و من حاضرم به خاطر این کارت به تو پول بدم. تازه وارد پرسید: آیا هیچ میدونی چطور باید به اونجا برسی؟ پسر متوجه شد که صاحب کافه نزدیک اونها ایستاده و با دقت به صحبتاشون گوش میده. به خاطر حضور اون مضطرب شد، اما نمیخواست راهنمایی رو که تازه پیدا کرده بود از دست بده. باید از بیابون یا همون صحرا بگذری و برای این کار به پول احتیاج داری. باید مطمئن باشم که تو به اندازه کافی پول داری. به نظرش سوال عجیبی بود، اما یاد حرفهای پیرمرد افتاد که زمانی که واقعا چیزی رو بخوای کل کائنات تو رو در رسیدن به اون یاری میکنه. پولش رو از کیسه بیرون آورد و به مرد جوون نشون داد. صاحب کافه هم جلو اومد و به پولها نگاه کرد. 2 مرد به زبان عربی صحبت کردند. صاحب کافه عصبانی به نظر می رسید. تازه وارد گفت: بیا از اینجا بریم، اون نمیخواد ما اینجا باشیم. پسر خوشحال شد. بلند شد تا پولش رو بپردازه که صاحب کافه اون رو گرفت و شروع کرد به زبان عربی و با لحن بسیار تندی با اون صحبت کردن. پسر قدرتمند بود و خواست تلافی کنه، اما اون در یک کشور بیگانه بود. دوست جدیدش صاحب کافه رو هل داد و پسر رو به بیرون کافه برد. اون به دنبال پول ما بود.
طنجه مثل بقیه جاهای آفریقا نیست. اینجا یه بندر و در هر کجای اون دزدانی پیدا میشن. اعتماد پسر به دوست جدیدش جلب شد. اون بود که از موقعیت خطرناک نجاتش داده. پولش رو در آورد و شروع به شمردن کرد. در حالی که پول رو گرفت گفت: ما میتونیم فردا به اهرام بریم. من باید 2 تا شتر بخرم. شروع به قدم زدن در خیابان‌های برایک طنجه کردن. همه جا غرفه هایی بود که کالاهاشون رو میفروختن. اونها به مرکز یک میدان عمومی بزرگ رسیدن. هزاران نفر در حال رفت و آمد بودند. دعوا میکردند، خرید و فروش میکردند. سبزیجات تازه و در کنارش در بساطی خنجر میفروختند. فرش ها در کنار توتون ها چیده شده. اما پسر جوان هرگز چشم از دوست جدیدش بر نمی داشت. بعد از این همه مدت تمام داراییش در دستان اون بود. چند بار تصمیم گرفت پولش رو از اون پس بگیره، اما پشیمون شد. این کار دور از ادب بود. ضمناً اون چیزی در مورد آداب و رسوم این کشور بیگانه نمیدونست. فقط کافیه چشم از اون بر ندارم، چون میدونست که زورش از اون بیشتره. ناگهان وسط میدون چشمش به زیباترین شمشیری که تا حالا دیده بود افتاد. تیغه شمشیر از نقره بود و دسته مشکی رنگ اون پر از سنگ‌های گرانبها بود. پسر تصمیم گرفت هنگام بازگشت از مصر اون شمشیر رو بخره. رو به همون دوستش کرد و گفت: از صاحب شمشیر قیمتش رو برام بپرس. اما متوجه شد چند لحظه‌ای که حواسش به شمشیر پرت شده بود دوستش غیب شد. قلبش منجمد شد. انگار سینش رو له کرده بودن. میترسید به اطراف نگاه کنه. چند لحظه همونطور به شمشیر زل زد تا اینکه بالاخره شجاعت لازم رو پیدا کرد و به اطراف نگاه کرد. پر از مغازه ها. مردمانی که می رفتند و می اومدند در حال خرید بودن یا فروش و بوی غذاهای بیگانه و خیلی چیزهای دیگه. اما اثری از همراه جدیدش نبود. به خودش گفت: حتما تصادفاً از من جدا شده. بهتره همینجا بمونم و صبر کنم تا اون برگرده. همونطور که اونجا ایستاده بود یک روحانی از برجی بالا رفت و شروع به عبادت کرد. همه مردمی که در مغازه بودن زانو زدن و پیشونیشون رو بر خاک گذاشتن و عبادت کردن. سپس همگی عین دسته مورچه ها بساطشون رو جمع کردن و رفتن. خورشید هم قصد رفتن داشت. پسر ایستاد و حرکت خورشید رو تا زمانی که پشت اون ساختمون سفید رنگ دور میدون پنهان شد تماشا کرد. یادش اومد امروز صبح که خورشید طلوع کرد اون در قاره دیگه‌ای هنوز همون چوپانی بود که 60 گوسفند داشت و در آرزوی رسیدن به دختری به سر می‌برد. اون روز صبح که خورشید طلوع کرد دقیقاً میدونست در حین پیمودن دشت‌ها تا غروب چه اتفاقاتی براش میافته. اما حالا که خورشید در حال رفتن بود اون در کشور دیگه‌ای بیگانه‌ای بود، در کشوری بیگانه که حتی زبونشون رو هم بلد نبود. حالا اون دیگه چوپان نبود و هیچ چیزی نداشت. حتی پول هم نداشت که برگرده و همه چیز رو از سر بگیره. همه اینها در فاصله طلوع و غروب خورشید رخ داده بود. افسوس می‌خورد که همه چیز و تمام زندگیش به این سرعت کاملا زیر و رو شده. از گریه کردن خجالت می‌کشید. حتی جلوی گوسفندانش هم گریه نکرده. اما این میدان خالی بود و اون هم از خونش خیلی دور. از گریه کرد. گریه کرد چون خدا منصف نبود. چون خدا بندگانی رو که به دنبال آرزوهاشون میرفتن این گونه پاداش میداد. وقتی گوسفندامو داشتم خوشحال بودم و اونها رو هم خوشحال میکردم. مردم وقتی منو میدیدن
از من استقبال میکردن، اما الان من غمگین و تنها. از این به بعدم بیرحم و خائن میشم، چون به من خیانت شده. من از همه کسایی که گنجشون رو پیدا میکنم متنفرم، چون هیچ وقت گنج خودم رو پیدا نکردم و از این به بعد دارایی کم خودم رو 2 دستی نگه میدارم، چون من ناچیزتر از اونیم که بتونم دنیا رو فتح کنم. کیفش رو باز کرد. شاید چیزی داشته باشه. شاید از ساندویچی که در قایق خورده بود چیزی مونده باشه. اما در کیفش فقط کتاب بود و کت و 2 قطعه سنگی که از پیرمرد گرفته بود. وقتی به سنگ ها نگاه کرد، احساس آرامش کرد. اون در ازای 6 گوسفند این 2 سنگ گرانبها رو از گردنبند طلای پیرمرد گرفته بود. میتونست با پول فروش سنگ ها بلیت برگشت بخره. اما این بار باید هوشیار باشم. از سنگ ها رو از کیفش در آورد و در جیبش گذاشت. تنها حرف راستی که دوستش زد این بود که اینجا پر از دزده. حالا میفهمم چرا صاحب کافه اونطوری رفتار کرد. منم مثل بقیه هستم. همیشه دنیا رو اونطوری که دلم میخواد باشه میبینم، نه اونطوری که واقعا هست. با انگشتاش سنگ ها رو لمس میکرد و دمای سنگ ها رو با دست حس میکرد. این سنگ ها گنج اون بودن. همین که لمسشون میکرد حس خوبی داشت. اونها اون رو یاد پیرمرد مینداختن. وقتی تو واقعا چیزی رو بخوای، تمام کائنات تو رو در رسیدن به خواستت یاری میکنه. پسر تلاش میکرد که مفهوم حرف پیرمرد رو بفهمه. حالا اون در یک میدون خالی بدون هیچ پولی و بدون گوسفندی که طی شب از اون نگهداری کنه ایستاده بود. این سنگ ها ثابت میکردند که اون با یک پادشاه ملاقات کرده. پادشاهی که گذشته اون رو میدونست. اسم این سنگ ها اوریم و تومیمه. اونها به تو کمک میکنن که نشونه ها رو بفهمی. سنگ ها رو در کیفش گذاشت و تصمیم گرفت اونها رو امتحان کنه. باید سوال واضحی میپرسید و دقیقاً میدونست که چی میخواد. سپس پرسید: آیا دعای پیرمرد هنوز با منه؟ یکی از سنگ ها رو بیرون آورد. بله. آیا من گنجم رو پیدا میکنم؟ دستش رو در کیف برد تا یکی از سنگ ها رو برداره که جفت سنگ ها از سوراخی که تا کنون ندیده بود روی زمین افتادن. همین که خم شد تا اونها رو از روی زمین برداره، جمله‌ای به ذهنش رسید. یاد بگیر که نشونه ها رو بشناسی و اونها رو دنبال کنی. این یک نشونه است. پسر خندید. خم شد و سنگ ها رو در کیفش گذاشت. سوراخ کیفش رو نادیده گرفت. سنگ ها هر زمان که لازم باشه از سوراخ بیرون میافتن. یاد گرفت که بعضی چیزها هستن که نباید سوالی در موردشون پرسیده بشه، همونطور که نباید از رفتن به دنبال افسانه شخصی تفره رفت. قول میدم که خودم تصمیم بگیرم. سنگ ها به اون گفتن که دعای خیر پیرمرد هنوز با اونه. قوت قلبش بیشتر شد. دوباره به اطراف میدون خالی نگاه کرد. این بار کمتر احساس یأس میکرد. اینجا یک محل غریب نیست، فقط مکانی جدیده. گذشته از همه اینها، تنها چیزی که همیشه به دنبالش بوده، رفتن به جاهای جدیده. حتی اگه هیچ وقت به اهرام نرسه، باز هم تاکنون هیچ چوپانی راهی به این دوری رو طی نکرده بود. کاش اونها هم میدونستن. با پیمودن 2 ساعت راه با چه چیزهای متفاوتی روبرو میشن. البته فعلا که مکان جدید فقط یک میدان خالیه که زمانی پر از انبوه جمعیت بوده. این خاطره همیشه به یادش خواهد موند. وقتی به اون شمشیر فکر کرد، کمی دلش گرفت. اما تا حالا شمشیری مثل اون شمشیر رو ندیده بود. همونطور که درباره این اتفاقات فکر می‌کرد، به این نتیجه رسید که باید یکی از این 2 گزینه رو انتخاب کنه.
خودش رو فرد بیچاره و فقیری ببینه که مورد سرقت قرار گرفته یا به عنوان ماجراجویی در پی گنج. به خودش گفت من یک ماجراجو و در پی گنج خودم هستم. در حالی که کسی تکونش میداد از خواب بیدار شد. وسط بازار خوابش برده بود و زندگی در بازار در جریان بود. به دنبال گوسفندانش گشت تا اینکه یادش اومد اون در یک دنیای جدیده. اما به جای ناراحتی خوشحال شد. دیگه مجبور نبود دنبال آب و علف برای گوسفنداش بگرده. بلکه به جای اون میتونه به دنبال گنج خودش بگرده. حتی 1 سنت پول هم نداشت. در عوض ایمان داشت. شب قبل تصمیم گرفته بود که به اندازه قهرمانان داستانهایی که در کتابها تحسینشون میکرد ماجراجو باشه. با خونسردی در بازار راه میرفت. بازرگانان در حال پهن کردن بساطشون بودن. به یک شیرینی فروش کمک کرد تا بساطش رو پهن کنه. لبخندی روی صورت فروشنده نشست. اون خوشحال بود. امور زندگیش رو در دست داشت. برای شروع یک روند کاری کاملاً آمادگی داشت. لبخندش پسر رو به یاد لبخند پادشاه مرموزی که دیده بود مینداخت. این مرد خودش شیرینی نمیپزه. پس در آینده میتونه سفر کنه و یا با دختر یک مغازه‌دار ازدواج کنه. اون کاری رو که دوست داره انجام میده. با خودش فکر کرد. اون هم مثل پیرمرد میتونه بفهمه که افراد به آرزوهاشون نزدیکن یا از اون دورن. با نگاه کردن به اونها میشه به این موضوع پی برد. هرچند که من تا حالا این کارو نکردم. وقتی بساط آماده شد، فروشنده اولین شیرینی رو که برای فروش گذاشته بود به پسر جوان تعارف کرد. پسر تشکر کرد. شیرینی رو خورد و به راهش ادامه داد. زیاد دور نشده بود که یادش اومد وقتی به شیرینی فروش کمک میکرد اون دو با هم صحبت کردند. یکی به زبان عربی و دیگری اسپانیولی و جالب اینجاست که هر کدومشون منظور همدیگر رو به خوبی میفهمیدن. باید زبانی وجود داشته باشه که فراتر از کلمات باشه. قبلا هم چنین تجربه‌ای رو با گوسفندام داشتم. این اولین باریه که با یک انسان تجربهش میکنم. تجربیات جدید زیادی به دست میام. هرچند بسیاری از اونها رو قبلا هم تجربه کرده بود. اما چون براش عادی شده بودن توجهش رو جلب نکرده. اگر بتونم این زبان بدون لغت رو یاد بگیرم میتونم زبان کائنات رو بفهمم. سرعتش رو کم کرد و حس خوب آرامش داشت. باید از خیابون‌های برایک طنجه می‌گذشت. این تنها راه پیدا کردن و درک نشونه ها بود. این کار مستلزم صبر زیادی بود و چوپانان همه چیز رو در مورد صبور بودن میدونن. بله، در اون سرزمین بیگانه در حال مرور تجربیاتی بود که با گوسفندانش به اونها رسیده بود. همونطور که پیرمرد گفت همه چیز یک چیزه. بلور فروش هم با شروع روز بیدار شد و طبق معمول همه صبحگاهان حس استرس و اضطراب داشت. 30 سال بود که مغازش در خیابونی بر فراز تپه قرار داشت که معمولاً مشتری‌های کمی از اونجا عبور می‌کردند. الان برای هر گونه تغییری خیلی دیر شده بود. تنها یک چیز یاد گرفته بود. خرید و فروش ظروف بلوری. از زمانی که افراد زیادی به مغازه اون می اومدن خیلی گذشته بود. فروشندگان عرب، زمینشناسان فرانسوی و انگلیسی، سربازان آلمانی که همیشه پولدار بودن، اون روزها فروش کریستال خیلی خوب بود. همیشه با خودش فکر میکرد وقتی پیر شد چقدر پولدار میشه و زنان زیبایی در کنارش خواهند بود. اما با گذشت زمان طنجه تغییر کرده بود و رشد سریع و چشمگیر شهر سواتا که نزدیک طنجه قرار داشت باعث رکود تجارت در طنجه شده بود. مغازه‌های اطراف از اونجا رفته بودند و فقط چند تا مغازه کوچیک و
بر فراز اون تپه قرار داشت و کسی حاضر نمیشد برای دیدن چند تا مغازه کوچیک از اون تپه بالا بره. اما بلور فروش چاره دیگه ای نداشت. 30 سال از عمرش رو صرف خرید و فروش کریستال کرده بود و اکنون برای شروع کار جدید خیلی دیر شده بود. اون هر روز صبح به تماشای عبور و مرور هر از گاه مشتریان نگاه میکرد. سالها بود به این کار عادت کرده بود و عادت تمام رهگذران رو از بر شده بود. اما کمی قبل از وقت نهار پسری در کنار فروشگاه ایستاد. طرز لباس پوشیدنش کاملا عادی بود. اما بلور فروش از روی تجربه دریافت که پسرک آهی در بساط نداره. با این وجود تصمیم گرفت که نهارش رو به خاطر پسر به تأخیر بندازه. روی تابلویی که در راهروی ورودی فروشگاه وجود داشت نوشته بود در این فروشگاه به چندین زبان صحبت می شود. پسر با مردی که پشت پیشخون ایستاده بود روبرو شد. من میتونم بلورهای پشت ویترین رو تمیز کنم. بعض فعلی اونها هیچ کسی رو ترغیب به خرید نمیکنه. مرد فقط به اون نگاه کرد. در ازای این کار میتونی به من غذا بدی؟ مرد باز هم پاسخی نداد. پسر حس میکرد که اون به ناچار تصمیم خودش رو خواهد گرفت. کتی که در کیفش بود در هوای گرم این بیابان کاربردی نداشت. کت رو از کیفش بیرون آورد و شروع به تمیز کردن شیشه ها کرد. پس از نیم ساعت تمام ظروف شیشه‌ای داخل ویترین رو برق انداخته بود و در این حین سر و کله 2 مشتری پیدا شد و بلور خریدن. وقتی کارش تموم شد از فروشنده خواست مقداری غذا به اون بده. بلور فروش گفت بیا بریم و غذایی بخوریم. تابلوی پشت درب مغازه گذاشت و به قهوه خونه کوچکی که نزدیک مغازش بود رفتن. وقتی روی تنها نیمکت قهوه خونه نشستن بلور فروش خندید. نیازی نبود بلورهای منو تمیز کنی. قرآن به من دستور داده که به گرسنه ها غذا بدم. خب پس چرا گذاشتی این کارو انجام بدم؟ چون بلورها کثیف بودن و هم من و هم تو نیاز داشتیم که ذهنمون رو از افکار منفی پاک کنیم. وقتی غذاشون رو خوردن بلور فروش به پسر گفت من دوست دارم تو برای من کار کنی. امروز که تو مشغول کار در مغازه من بودی 2 مشتری برام پیدا شد و این نشونه خوبیه. چوپان اندیشید. مردم زیاد در مورد نشونه ها حرف میزنن اما خودشون هم واقعا نمیدونن چی میگن. همونطور که من هم چندین سال با گوسفندانم با زبانی بدون لغت حرف میزدم. حاضری برای من کار کنی؟ من بقیه امروز رو هم اینجا کار میکنم. تمام شب رو هم میمونم و تمام بلورهای فروشگاهت رو تمیز میکنم. در عوض میخوام پول سفرم به مصر رو به من بدی. بلور فروش خندید.